ба фикрам хӯрок ҳаст худиву бегона аст. ба фикрам вале аз таби дили ҳар як инсон вобаста аст. خب بحث سر این می رود که خروطاب خوراک ملی ما نیست. شما چی نظر دارید؟ рости гап намедонам, лекин мо аллакай қурутобро қабул кардем ҳамчун хӯроки миллӣ. ба фикрам аз мо ҳам аст. این قروتاب خوراکی ملی توجیکی خودمون هست. این از قدیم رایان این آمدگی این تا گفتی هستن مردمی که توجیکی هست این باید باشه. بهترین خوراک ملی توجیکی این قروتاب است. میشه مثلا خوراک رو با خودی و بیگانه جدا کنید؟ نه نمیشه خوراک رو با خودی و بیگانه جدا کنید. نه ممکن نیست. چه خیلی که کسی که چه خیلی افکار میفارده باید باز خوردن گیره. موافق طبع دل و موافق اشتهای و موافق طمع خودش. هر یک دولت بخش خوی نخوی خوراک ملی دارد، چیزی ملی دارد، پرچم ملی دارد، نشانهای ملی خودش دارد. خیلی تمامای ملی خودشان هم دارد. با مانند مثال در جمهوری تاجیکستان ما خیلی که آشای، باشه پلاو، قروتاوای، شوربای، همین چیزهای ملی ما میشه مانتو یا چیش میگن اوتلای توپا میگن ما با زبانی خیلی لهجوی بگیریم. اینا چیزهای ملی خیلی هر یک دولت با فکرم همون تمامای ملی خودش داره با همون میشناسنش. خب حاضر سر همین مسئله بحث رفته است که خروطاب خوراک ملی خودمون نیست. شما چی نظر دارید؟ اکنون ما همین از وقتی که خیلی ما میشناسیم همین زمستان میشه این قروتاو میشه ما قروتاو میخوریم در همون قشلوقام مثال میریم قروتاو میکنن قروتاو میخوریم خوراک ملی میگن همین از وقتی که دایاد ما همون مامای ما بی میگیم ما مامای ما قروتاو چی میکردن او میکردن قروتاو کردن خوراک ملی گفتم میخوردیم اکنونش و همون چیز میگن اکادمی علوم را پرسیدن در کورای بود. با فکر شخصی من خوراک رو باید جدا کرد چون که خوراک این قسم جدا نشانده فرهنگ یک ملت و یا یک خلقیت می باشد که روابط به فرهنگ او دارد و وقتی که ما مثلا فرهنگ خود رو در عرصه بین المللی یا که گوییم پیشنهاد میکنیم خوراک هم جز جدا نشونده همین فرهنگ می باشد. خب حاضر بحث سر همین موضوع رفته است که خروطاب خوراک ملی خودمون نیست. شما چی نظر دارید؟ خروطاب با فکر شخصی من خوراک ملی تاجیکان نیست. از رسانه‌ها خوندم که وای خوراک ملی مغول‌ها می باشد و با فرهنگ تاجیکی یگان علاقه‌مندی ندارد. خودی من خروطاب رو اونقدر دوست نمی‌دارم. این همش طعام‌های الله دادگی چی که باشه اگر ما از نعمت‌های خدا دادگی بهره افته شکرانه نعمت کنیم. رحمت